میدان آزادی هر شب میزبان کنسرت‌های رایگان از بهترین خواننده‌ها. چه خوش باورم من شکفتی و گفتی. مردم ایران در رده خوشحال‌ترین مردم جهان قرار گرفتند. ارزش سهام ایران خودرو و سایپا بالاتر از بنز و فولکس واگن قرار گرفت. تهران برای 4مین سال پیاپی عنوان پاکترین شهر جهان را به دست آورد. گردشگری تبدیل به صنعت اول ایران شده و جزو اولین مقاصد توریست‌ها. دریاچه ارومیه یکی از قطب‌های گردشگری آبی ایران آماده میزبانی کشورهای اروپایی برای حل مشکل ترافیک از سیستم حمل و نقل شهری ایران الگو می‌گیرند. ایران در رده آزادترین کشورهای جهان قرار گرفت. دنیا ایرانو به عنوان الگوی حفظ حیات وحش میشناسه. گرونترین قرارداد تاریخ، امباپه به استقلال پیوست. پرسپولیس به فینال جام باشگاه‌های جهان رسید. ریال از سقف $100,000 گذشت و اقتصاد ایران تورم منفی را تجربه می‌کند.